به دنبال رخنه‌های امنیتی در نظام ولایت و آبکش شدن جسم ناقص مقام عظما، سینمای حوزوی مأموریت یافت تا اقدام به ساختن یک فیلم مهیج به نام چشم سوم بکنه. در سکانس اول با یکی از دشمنان نظام مواجه میشیم که هم خطرناکه و هم عینک قرمز داره و از مرزهای غربی وارد کشور میشه تا به اغتشاشگران سلاح برسونه. کارگردان در همون سکانس اول قلب بیننده رو به سمت دهانش هدایت میکنه و با الهام از جمله معروف امام راحل دشمنانی رو نشون میده که خودشون رو میکشن. من مسافرم. مگه اینجا فرودگاهه؟ نه، ترمیناله. فروختتمون. چی کار داری میکنی؟ بهتره از اومدن من یه نفر با خبر باشه تا 3 نفر. به موازات این سکانس یکی از سرتنگ‌های نیروی انتظامی رو می‌بینیم که از طریق سناریست این فیلم به مقاصد شوم دشمنان نظام پی برده و به سربازان گمنام عظما دستور میده که برای بتون کاری منافذ نظام بسیج بشن و از رخنه به جسم ناقص عظما جلوگیری کنن. دوستان دقت کنید. مدتی چند تا محموله اسلحه داره وارد تهران میشه. از طرفی خبر دادن یه سرشبکه وارد ایران شده. هنوز ربط این دوتا رو به هم نمیدونیم. اما چیزی که معلومه از این به بعد فعلا همه آماده باش و وضعیت قرمزه. یعنی واقعا نمیدونیم اومدن یا نه؟ نه، ما حتی نمیدونیم وارد تهران شده یا نه. بعد از ابلاغ فرمان با شخصیت اصلی فیلم آشنا میشیم. سرگردی خوشتیپ مک‌کوین که همه جیمز باندهای تاریخ سینما رو در جیب بغلش گذاشته و میگن تام کروز بعد از دیدن راه رفتن اون در سکانس اول سینما رو بوسید و لب تاقچه گذاشت. سلام. کارگردان در سکانس بعدی آدرنالین خون تماشاگرها رو به قلیان در میاره و در یک سکانس تعقیب و گریز قهرمان دوغکی این فیلم رو پهن زمین میکنه. کار میکنی بابا، چه خبرته؟ در سکانس بعدی معلوم میشه اون یارو دوچرخه سوار خودش از دشمنان نظام بوده و تام کروز ولایت مدار داستان هویت اون رو کشف میکنه. این هم عکس منو چه؟ میگه که شاهین هم مثل همه دنبال کار بوده و اینا. چیزی شده رئیس؟ آدرسش چطور؟ اینم تو تیمشونه. این همونی که با دوچرخه زد به من که به شاهین نرسم. دارم. بله، اینجاست که متوجه میشیم چرا کارگردان اسم فیلمش رو چشم سوم گذاشته. این چشم سوم در واقع چشم باباقوری مقام عظماست که از پس کله شخصیت اصلی بیرون میزنه و همین یه عکس از اون دوچرخه سوار کافیه تا محل دشمنان نظام کشف بشه و سربازان گمنام برن براش. آماده باشیم، میخوایم بریم تو. مگه نگفتم شلیک نکنی؟ چی شد؟ باشه، بکشین عقب، شلیکم نکنه. در سکانس بعدی کارگردان میاد ابروی چهارم عظما رو درست کنه، میزنه چشم سوم رو هم کور میکنه
تازه معلوم میشه که همه این ترقه بازی کشکی بوده و دشمنان نظام خودشون محلشون رو منفجر کردن تا ردشون رو کور کنن و سربازان گمنام ولایت رو به مکیدن سماق وادار کنن. خب آیون چه خبر؟ حالا چی گیرمون اومد؟ رئیس اینجا رو از بیرون زدن. کنترل از راه دور بوده. پس فقط چند تا جنازه رو دستمون مونده. یعنی کل عملیات کشک. خیلی بهشون نزدیک شده بودیم. برای همین زدن آدماشون از بین بردن. با فایدهش چی بود؟ الان سرنقه چیه؟ رئیس چیزی که الان رو مخم اینه که اینا چجوری فهمیدن ما قراره بیایم اینجا. شاید تو خودمون آدم دارن. آقا عجب اوضاع زاگاریتیه. اینا قرار بود راههای نفوذ به جسم ناقص عظما رو گل بگیرن، اما معلوم شد الان تو خودشون هم نفوذ صورت گرفته. اینجاست که پلیس خوشتیپ مک‌کوین از کوره در میره و به دستیار خودش شک میکنه و میره تا فکشو بیاره پایین. چی شد حمید خان؟ بیا حمید، نام سر کرد از شما بعیده. بیا حمید، بیا عقب. درست در شرایطی که سربازان گمنام ولایت دارن استخون همدیگر رو میجون، دشمنان نظام با خیال راحت تو همین تهران خودمون مشغول درست کردن بمب هستن. عظما جون قربون عمت بری با این اقتدار امنیتیت. تازه اینکه چیزی نیست، دشمنان نظام نه تنها سربازان گمنام رو به جون هم انداختن و خودشون در حال بمبسازی هستن، بلکه تو ماشین آقا پلیس هم ردیاب گذاشتن و اقصا نقاط جسم ناقص عظما رو غبارروبی کردن. میگن وقتی فیلم به اینجا میرسه عظما میفهمه که سناریست و کارگردان این فیلم هم خودشون جزء عوامل نفوذی هستن و هدفشون از ساختن این فیلم زدن پنبه اقتدار ولایت بوده. به همین خاطر مقام عظمای ولایت با حکم حکومتی دستور میده که سر و ته سناریو رو هم بیارن و بمب رو خنثی کنن. حالا چطوری؟ هیچی، همینطوری دوغکی. باشه وایسا. بله، از این لحظه یک شمارش معکوس نفسگیر آغاز میشه. 50 ثانیه دیگه بمب منفجر میشه، اما این پلیس مشنگ نیم ساعت تو راهروهای استادیوم یورتمه میره. ما فکر میکردیم این فقط بازیگری بلد نیست، نگو دویدن هم بلد نیست. بابا اون بمب مگه بچه گربه دستت گرفتی؟ ته خط معلوم میشه دشمنان نظام سربازان ولایت رو سر کار گذاشتن، چون بمب بعد از نیم ساعت منفجر نمیشه. پلیس هم مجبور میشه اون رو بندازه تو ماشین زباله‌دونی. در نمای پایانی پلیس شاسگول رو میبینیم که با حالت درمانده و تو سری خورده پهن زمین میشه. به عقیده منتقدین این صحنه نمادی از وضعیت مقام عظماست که تک و تنها و سرگردان نشسته و سرش گیج میره.
به این ترتیب فیلمی که قرار بود درس‌های عبای ولایت رو بدوزه، خودش میزنه عبا و قبا و جسم ناقص مقام عظما رو جر و واجر میکنه و اسباب خنده دشمنان نظام میشه. تا معرفی فیلم بعدی، خدا نگهدار شما.